بچه ها نگاه کنید، این کل کیفه که الان ما کاملا دوختیمش. خب دیواره های کیف و داخل کیف رو نگاه کنید. داخل کیفم از خود جنس پارچه ما زدیم. چرا این کارو کردیم؟ به خاطری که اول از این که میخواستیم یک کار بسیار آسی رو داشته باشیم، یک کار تمیزی باشه، از خود جنس خود این پارچه مبلی باشه. دوم اینکه وقتی که ضخامت داشته باشه کاملا کیف ایستایی بسیار خوبی رو بهتون میده و یک کیف زیبایی بهتون تحویل میده. اینم یه دونه کیف زیبا، کیف عالی که شما میتونید توش همه چی بذارید و استفاده کنید ازش. ببینید بسیار. 2 تا زیپ براش خورده. زیپمون هم زیپای خارجی هستش، دندون درشت بهش میگن. و نگاه کنید الان خودش همینطوری ایستاده، میبینید؟ من الان نگهش نداشتم، خود کیف همینجور ثابت ایستاده. حالا میگم که باید کاملا این گردیشو باز کنیم، داخلشو پر کنیم و بعد اون موقع ببینیم که چجوری میشه از این کیف استفاده کرد.